به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم بینندگان گرامی، هموطنان عزیز، در خدمت شما هستیم با ادامه سلسله برنامه روندی بازنشستگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. در برنامه قبلی اطراف انتخابات سال 2010 و چگونه وارد شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به انتخابات و به دست آوردن رأی شهروندان صحبت داشتیم و از صحبت شما چنین معلوم شد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با یک برنامه معاصر و نیروی قوی وارد صحنه شد و بیشتری آوازی رای دهندگان را به دست آورد. خب اما حکومت در مقابل بر این رای و آواز مردم خیانت کرد و فایز اندکی را برای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نظر گرفت. آیا بعد از چنین رنگ گرفتن کار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چه اقدام کرد و آیا اقدام‌های جدی در این زمینه داشت یا اینکه تنها با چند اعتراض و یا شکایت بسنده کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. چنانه که شما یادآور شدید، ما گفتیم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات سال 2010 واقعا برنده انتخابات بود، اما با قانونشکنی‌های زیادی که در انتخابات صورت گرفت، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با وجود همه این مشکلاتی که با وجود آمده بود، تمام اعضاهای خود را و رای دهندگان و انتخاب کنندگان کشور را، کسانی که به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رای داده بودند، به آرامی دعوت کرد و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعلام کرد که این انتخابات خط آخر نیست و در آینده هم باز چاره‌بینی‌های سیاسی دیگر وجود دارد، انتخابات‌های دیگر وجود دارد. مهم این است که امنیت کشور و آرامش حفظ شود و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حالت امنیت و آرامش کشور هست که میتواند فعالیت خوب انجام دهد. اگر وضع ناآرام شود، حتما این به منفعت دشمنان ملت و کسانی که رقیب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند و میخواستند حزب را به یعنی زیاد کردن خشونت متهم کنند، آنها بودند که موفق میشدند. بنابراین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعلام کرد که با وجود همه مشکلات فعالیت آرام خود را ادامه میدهد و ما در برنامه هایی که در اون سال داشتیم که بعداً آهسته آهسته یعنی یک گویم که برنامه سیاسی حزب تبدیل شد، رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان در مجمع حزب اعلام کرد که از این به بعد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کنار دولت خواهد بود در مسائل ملی، اما در مسائلی که عاید به وضع سیاسی، مشکلات سیاسی هست، مشکلات اقتصادی هست و مردم با مشکلات اجتماعی زیاد روبرو هستند، در اینجا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خاموش نخواهد ایستاد و اعتراض خود را، برنامه خود را، فکر خود را برای اصلاح وضع حتما پیشنهاد خواهد کرد و در ادامه ما میبینیم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این برنامه خود صادق بود همیشه. و اما با وجود این همه، طرف دیگر حکومت با وجود این که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عموما خواستار به خشونت کشیدن وضع، ناآرامی وضع نبود، همیشه سعی بر این میکردن که وضع کشور را در یک حالت ناآرامی نگه دارند. همیشه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فشار می آوردند که حزب اشتباه بکند و دست به خشونت بزند و شما در جریان هستیم که در کشور یک عملیات های عجیب و غریب و یک کاری که همیشه ما میشنیدیم در رسانه ها که یک بازار آتش گرفته است یا که یک جای دیگر آتش، معمولا بازارها آتش می گرفتند، اما یگان تا اون حالی که ما یعنی شاهد بودیم هیچ مرکزی فرهنگی یا جای سیاسی تقریبا گویا که آتش زده نشده بود و یکی از فعالیت‌های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سالهای گذشته و حتی در سال 2010 و 2011 هم، مخصوصا در سال 2011 مرکزی فرهنگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل حزب بود که
جای جمعشوی فعالان حزب، جای ستاد حزبی بود و در اونجا جمع شدن اطراف مسائل تبلیغاتی و یعنی چگونه باید تبلیغ کرد، چگونه روند انتخابات رو نظارت کرد صحبت میکردن. بنابراین حکومت البته در اونجا کسانی که جمع شدن نماز هم در اونجا میخوندن که به نمازخانه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم معروف شده بود. اما طرف حکومت به خاطر از بین بردن این اجتماع مردم در داخل حزب که خطر را احساس کرده بود که جای جمع شوی اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعالان در همین مرکز هست، اونجا رو آتش زدن متاسفانه. و وقتی که خودی مسئولانی که اومدن در اونجا اعلام کردن که گویا از ناقل‌های برقی و از گویا پشتی همین مرکزی فرهنگی همین آتش سوزی سر زده باشه، در حالی که در پشت هیچ ناقلی برقی وجود نداشت. و اصلا از اون بر وقتی که خودی مسئولین حزب تفتیش کردن و بررسی کردن معلوم بود که اونجا رو آتش زده بودن از پشت بینای مرکزی فرهنگی حزب. بنابراین ما در سال 2010 در آخر سال 2010 شاهد هستیم که به یک چنین جنایت دست زدن و در این کار متاسفانه در یعنی بستن مرکزی فرهنگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خودی مرکز شورای علمای جمهوری هم که حکومت از اونها همچون یک دستک استفاده میکرد و اونها را با وجود که حکومت همیشه ادعا میکرد که نباید دین در سیاست دخالت کند و برعکس هم همین است. یعنی اگر این منطق رو در نظر بگیریم که حکومت بر این عقیده است که دین نباید در سیاست دخالت کند، پس این منطق هم باید در نظر بگیریم که سیاست یعنی سیاستمداران هم نباید در دین دخالت کنند در امور دینی مردم. اما البته این نظر حکومتی ها بود. اما آنها از شورای علما، از مسجدها، از امام خطیب ها همچون یک دستک برای پیش بردن اهداف سیاسی خود مخصوصا در مقابل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استفاده کردند و چندین بار پای در پای از طرف شورای علما نامه آمد، خودی هیئت آمد که شما بعد این مسجد را بندید، در حالی که اون مرکزی فرهنگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مسجد نبود. و بالاخره وقتی که اونها موفق نشدن اونجا رو آتش زدن. خب این یکی از جنایت‌های بود که در تاریخ ثبت شد. بعداً ما آهسته آهسته میگذاریم به سال 2011 که در سال 2011 همین روندی فشار بر حزب نهضت بخشش پیش از این که وارد سال 2011 شدیم، یک چیز دیگر می‌خواستم اینجا پرسم که بعد از چنین تصمیم گرفتن حزب نهضت آیا ناراضیان در بین اعضایان و جانبداران نهضت بودند که مثلا با دیگر شکل باید اعتراض میکردن مثل یک راهپیمایی یا که با این شکل اعتراض در مقابل این تصمیم حکومت؟ با فکر شما این بهتر نبود از اینکه مردم را به آرامش دعوت کرد؟ البته این طبیعی است که یعنی برای تصمیم گرفتن در یک چاره‌بینی در یک امر سیاسی معمولا در مقابل تقلب‌ها و خیانت بزرگ حکومت رأی‌ها فکرها مختلف می‌شوند. یعنی همه نمی‌توانند که بر یک نظر باشند. در داخل مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در بین اعضا و حتی جامعه کشور و حتی کسانی که به عنوان تحلیلگر خارجی شناخته می‌شدند، کورپوس‌های دیپلماتی، نظرشون این بود که چرا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مقابل دزدیده شدن رأیش و در مقابل این خیانت بزرگی که حکومت در حق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کرد خاموش است. و حتی اعضاهای حزب، جامعه کشور، البته برخی از قشر جامعه کشور درخواستی راهپیمایی ها را هم داشتند. اما رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، ریاست عالی به این نظر بود که در چنین موقعی که وضع بسیار حساس است و حکومت برای سرکوب مردمی بیچاره، مردمی که در دست نه سلاح دارند نه قدرت دارند، از هیچ جنایت یعنی دست نخواهد کشید. بنابراین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نظرش این بود که حزب نهضت همیشه در حالت آرامی و از طریق مصالحت آمیز میتواند که موفق شود. راه خشونت راه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نبود و این راه تنها مقصد دشمنها و رقیبهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. بنابراین
کسانی که اعضا بودند و اون کسانی که البته اعتراض داشتند تصمیم رهبریت حزب رو پذیرفتند و بعدا ما این نتیجه مثبت رو هم دیدیم، نتیجه مثبت این سیاست حزب رو. و در ادامه میگفتم که ما وقتی که به سال 2011 وارد میشیم، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با یک برنامه‌ریزی مشخص در یک چند مسئله سیاست خود را اعلام کرد و این روند را آهسته آهسته عملی کرد. از جمله یکی از کارهایی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان انجام داد، این ارتباط با 2.5 میلیون مهاجری که در کشورهای خارجی به خصوص روسیه و قزاقستان همچون مهاجر کاری به سر میبرند و ما میدونیم که حکومت تاجیکستان اصلا هیچ توجهی به این مردم نمیکند و اصلا یکی از قشرهای متاسفانه به حقوق ترین و یک قشری که هیچگاه نه مورد حمایت سیاسی حکومت تاجیکستان و نه حتی سفارت هایی که در مثلا خود روسیه هست، در قزاقستان هست یا در دیگر کشورهایی که وجود دارند از تاجیکستان نمیتوانند از حقوق این مهاجران کاری دفاع کنند. یعنی این حالت همیشه در یک حالت به حقوقی قرار دارد. بنابراین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم گرفت که با این قشر جامعه در ارتباط باشد، چرا که اون قشر یک چگونه که گفتم قشر تاثیرگذار در تاجیکستان بودن، هم خانواده هایشان را از نگاه مالی تأمین میکردند و نبودن این قشر، یعنی معمولا پدرها که سرابان خانواده هستند در تاجیکستان، از نگاه اجتماعی از نگاه روانی ضربه به خانواده ها بود. بنابراین یعنی کار کردن با این قشر به منفعت هم تاجیکستان، هم جامعه و هم خود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. بنابراین در سال 2011 حزب هیئت‌های را، البته اول خود رهبر حزب استاد محی‌الدین کبیری سفر به روسیه انجام دادند و ملاقات‌های زیادی با مهاجران کاری در روسیه انجام دادند و بعدا هم در پی همین سلسله برنامه هیئت بزرگ از جانب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به روسیه روان شد با سرپرستی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جناب سید عمر حسینی که خداوند آزادشان کند و به حبس ابد محکوم شدند. اون کس سرپرستی این هیئت را داشتند و من پیش از این که به این قضیه، به این سیاست که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میخواست که با قشر مهاجران کاری یعنی کار کند، پیش از این یک حادثه دیگر را که در سال 2011 اتفاق افتاد یادآوری کنم. این مسئله دو خلبان روس بود که در شهر قرغن‌تپه از جانب مقامات تاجیکستان بازداشت شدند و علیه اونها دادگاه شهر قرغن‌تپه پرونده باز کرد و اونها را به حدود 8 سال و 6 ماه و 10 روز تقریبا محکوم به زندان کرد. اما بعدا فشارهای روسیه سبب شد که این دو خلبان که یکی اهل کشور روسیه و دیگری اهل کشور استونی بودند، اما هر دو یک جای دستگیر شدند در شهر قرغن‌تپه. بعداً با چخیلی که گفتم با فشارهای روسیه دادگاه ولایت ختلان آنها را چگونه که خودی دادگاه ولایت ختلان اعلام کرد، در اساس گویا قانون عفو تاجیکستان آنها را آزاد کرد. این قضیه یعنی دستگیری بازداشتی دو خلبان شرکت هواپیمای روسیه، چگونه که گفتم یکی اهل روسیه و دیگری استونی بود، چنان سر و صدای در تاجیکستان ایجاد کرد، نه در تاجیکستان بلکه در رسانه‌های حتی روسیه و تاجیکستان، و یک مشکلات زیاده در رابطه بین دو کشور به وجود آورد و روسیه هم در اینجا از فشنگ خود که همون مهاجران کاری ما بودن استفاده کرد و تقریبا در همون حالت ها حدود 1500 نفر مهاجران کاری تاجیکستان دستگیر شدند و یک گویم اگر مشکلی دیپلماتی بزرگ که اگر در تاریخ دیپلماتی دو کشور اگر ثبت می شود حتما، یعنی این رو به حساب بیاریم که ثبت شده است، واقعا یک مشکلی دیپلماتی بزرگ بود و جنگ، حتی این جنگ لفظی، جنگ سیاسی، جنگ گویم رسانه‌ای اطلاعاتی به سطح رهبریتی مثلا دو کشور رسید و تاجیکستان من با اطمینان میگویم که در اینجا شکست خورد، چرا که ضعف هم دیپلماتی داشت و هم ضعف کماندهی خودی رحمانوف در اینجا بود که حکومت تاجیکستان در اینجا شکست خورد.
در این مسئله ما موقع گیری ها و موضع های قشرهای مختلف کشور رو ما شاهد هستیم. روشن فکران، خود کشور، مردم، جامعه، حتی مهاجران کره که در روسیه بودند و در این جا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم موقع خود را داشت. چگونه؟ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اینجا دو تصمیم گرفت. اول اینکه رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک یعنی مصاحبه خود اعلام کردند که کمانده امام علی رحمان در این یعنی گویا که مشکل دیپلماتی شکست خورده است و حتما بعد از این ماجرا باید که رحمانوف این کمانده خود را عوض کند. این یک موضع حزب بود. دوم موضع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خاطر آرام کردن وضع، به خاطر اینکه همین مشکل سیاسی نشود و این مشکل به البته سیاسی شده بود. این مشکل که یعنی به مهاجران کاری ما که خودشون تأمین کننده روزگار مردم بگیم تاجیکستان هستند به آنها مشکل نشود، یک هیئت خیلی که گفتم با سرپرستی سید عمر حسینی به روسیه فرستادند و این هیئت با مقامات روسیه، با سفیر تاجیکستان عبدالمجید دوستیف در اون وقت در اونجا ملاقات کردند، با خودی مهاجران کره که در کشور روسیه بودند ملاقات‌های زیادی انجام دادند و خواهش کردند از طرف خودی مردم مقامات روسیه که این قضیه رو به مهاجران کره ربط ندهند، چرا که این قضیه احتمال دارد که با یک یعنی عرف دیپلماتیک از بین برود، اما مهاجران کره که احتمال دارد که 1500 نفر استرداد شوند، این ضربه به جامعه تاجیکستان، ضربه به خانواده های این قشر هست. بنابراین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ما خیلی که میبینیم یک موقع مشخصی خود را داشت و وقتی که این کار صورت گرفت در اینجا آهسته آهسته قضیه های پشت پرده در اینجا آشکار شدند، از جمله که از خویشاوندان رئیس جمهور امان الله حکوموف که در اون زمان رهبر یعنی راه آهن کشور بود، پسر این شخص تقریبا سال 2008 در روسیه به خاطر یعنی همراه داشتن مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، تقریبا طبق اطلاعی که خوب رسانه ها بعضیشون نشر کردن یک مقدار خیلی زیاد دستگیر شده بود و از سال 2008 تا همین موقع یعنی تا سال تقریبا 2000 خیلی که گفتم 2011 این حادثه اتفاق افتاد در بازداشت بود و بعد که قضیه خلبان ها رسانه‌ای شد، این قضیه بازداشت پسر امان الله حکوموف با مواد مخدر در روسیه هم روی یعنی رسانه ها آمد و تحلیلگران رسانه های مخصوصا روسیه بر این نظر بودند که حکومت تاجیکستان میخواهد از این دو خلبان برای آزادی پسر امان الله حکوموف که خیش تبار رئیس جمهور تاجیکستان است استفاده کنند. و از طرف دیگر هم شما خیلی که میدونید در عموما در تاجیکستان شخصانی با نفوذ همین اطرافیان خودی امام علی رحمان هستند، مخصوصا خیش تبارش که امان الله حکوموف یکی از آنها بود. امان الله حکوموف هم در منطقه ختلان بخش و در شهر خورغانتپه نفوذ زیاد داشت و نظر کارشناسان این بود که وقتی که این دو خلبان در خودی ولایت ختلان در شهر خورغانتپه دستگیر شده اند، حتما دست امان الله حکوموف هم در اینجا هست. بنابراین وقتی این قضیه آهسته آهسته یعنی رسانه‌ای شد و موقع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این بود که کمانده رحمان باید عوض شود و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دیپلمات تاجیک در مقابل دیپلمات در این قضیه شکست خوردن امید، این طبیعی است که اطرافیان رحمان و حکومت و خود رحمان حتی با چشمی بد به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و با یعنی اصطلاح آنها به همچون خائن گویا نگاه کنند که گویا که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک چنین حادثه پشتیبانی از حکومت نمیکنند، در حالی که این اشتباه بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ما خیلی که بنده گفتم موضع مشخصی خود را داشت و این موضعی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گرفته بود تقریبا موضع اکثری کارشناسانی
خود کشور و سیاستمداران، روشنفکران و در مجموع جامعه کشور بود. بنابراین من با اطمینان کامل گفتم میتوانم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اینجا موقع خوب گرفت و این باعث دشمنی اطرافیان رئیس جمهور و شخصانی که نفوذ داشتند در حکومت و یک بهانه شد برای آنها که باز در پی سرکوب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشند. تشکر زیاد از امجان وهابوف از این توضیحاتی که نسبت این حادثه ها برای بینندگان دادید و در برنامه‌های آینده هم امیدواریم که باز هم توضیحات بیشتری در مورد حادثه‌هایی که در سال 2011 با وقوع پیوسته بود از جمله آن پروتکل مشهور 3220 گفتنی‌های برای بینندگان داشته باشید و در اینجا این برنامه را به آخر می‌رسانیم و تا برنامه‌های آینده در پناه خداوندی متعال باشید. تشکر. سلام علیکم.